یکی از ظریف‌ترین و شاعرانه ترین جزئیات بازی سایلنت هیل 2 در این صحنه رقم میخوره. ماریا در واقع یه موجود ماوراییه که خود سایلنت هیل برای جیمز ساخته. زنی که آینه ای از همسر واقعی جیمزه، زنی که فانتزی جنسی جیمز بوده و در اصل جیمز دوست داشته که همسر اصلیش دقیقاً شبیه اون باشه. حالا جالبیش اینه که ما در بازی نمیدونیم ماریا یه شخصیت خیالیه، اما وقتی توی صحنه زندان به چشمای جیمز نگاه میکنیم یه سلول خالی میبینیم که هیچ کسی درش وجود نداره. حالا در همون صحنه اگه به چشمهای ماریا نگاه کنیم بازتاب جیمز رو در اون مشاهده میکنیم. جیمز داره به زندان خودش نگاه میکنه، نه به ماریا. ماریا حتی در میدان دید روانی جیمز هم وجود نداره. اون فقط یه سازه است که بیرون از آگاهی مستقیمش عمل میکنه. ماریا فقط ابزاریه که شهر استفاده میکنه تا جیمز رو به اون سلول برسونه. این دقیقاً همون روایت بیرحمانه سایلنت هیله. تو با شبح ها حرف میزنی اما تنها کسی که واقعاً اونجاست خودتی.